دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ او دم ګڼئ چې تاسو زموږ د خپرونې لیدونکي یاستئ. نن هم زه په خپرونه کې یوه پیژندل شوې څیره له ځان سره لرم. نن زموږ د خپرونې میلمه چې کوم ده ښاغلی حکیم تورسن یو تن د مشهورو او پیژندل شوو سیاستمدارانو څخه ده. نو زه خبرې نه ډېروم، زه د میلمه په لور باندې. سلام، وقت بخیر آقای تورسن، امیدوارم خوب باشین. سلام و مهر دارم خدمت شما مینا جان و کارکنان شما و همچنان بیننده های نهایت عزیز و گرامی که از طریق رسانه شما ما را بیننده است. بسیار زیاد تشکر آقای تورسن. ما میفهم ممکن امروز یگان سوالایی را ما پرسان کنم که همه دوستان میفهمدن مورد سوالا جواباتش، چون برنامه ما قسمی است که ما باید این سوالا را پرسان کنم گپ یگان تا از الف تا یا. خب شما در آغاز بر ما ایره بگوین، گرچه اکثریت مردم آشنایی داره با شما که شما از کجا هستین و چه رقم، شما با ما امروز بگوین که آقای تورسن از کدام ولایت است، در کجا تولد شده، مدرک تحصیلیتان در کدام بخش است و فعلا در کدام کشور زندگی میکنین؟ تشکر از سوال شما. ما با ولایت کابل در شهر کهنه کابل به دنیا آمدیم و به مو افغانستان به پانتون کابل در رشته ادبیات تحصیلات خود به پایان رساندیم و همچنان تحصیلات نظامی و استخباراتی را به تاشکند، مسکو و آلمان سپری کردیم و فعلا هم به کشور آلمان مانند سایر مردم دردیده و رنجیده و بلا کشیده بعد از آمدن طالب ها زندگی را سپری میکنیم، دور از وطن، دور از مردم. آقای تورسن شما گفتین که فعلا در کشور آلمان زندگی به سر میبرین. بر من بگوین که چون همگی ما میفهمیم که شما یکی از چهره های مطرح سیاسیون هستین در افغانستان و یعنی از همه لحاظ عالی بود. فعلا که شما در آلمان هستین مثل یک فرد عادی، چون ما شما میبینیم که کشور اروپایی و دیگه کشورها اگر یک رئیس جمهور هم باشی من حیث یک فرد عادی زندگی میکنی، کار میکنی. شما بر ما بگوین این بر شما چقدر سخت است و فعلا در آلمان چه مصروفیت دارین؟ مینا جان ببینین، یک متل مشهور در افغانستان داره ما شما که میگه خانی با یارانی. زمان همه چیز زیب داشت و زیب داره که در کنار مردم خود در همو وطن دردیده و رنجیده و بلا کشیده خود با مردم خود قرار داشتیم. لذتش نهایت بیشتر بود که هست، ولی متاسفانه که دور از لانه و کاشانه و دور از هموطن خود در آلمان زندگی میکنیم. اینجا من حیث یک حدبای خارجی، من حیث یک مهاجر مثل سایر افغانا زندگی را سپری میکنیم و مصروفیت ما کدام مصروفیت شخصی ندارم. فقط و فقط مصروفیت ما مسائل سیاسی و انعکاس دادن مشکلات و دردهای مردم افغانستان از طریق میدیا و رسانه ها است. خب اگر ما بیم دایی که مثلا نظام فعلی را، چون اونا میگه که کسایی که مثلا خائنین هستن و اونا خودشان میشناسن و پیش از اینکه ما کدام کار در حق از کنیم یا کدام تهدید چیزی، اونا پیش از پیش طالبا میگن که فرار کردن اینا. خب شما آقای تورسن خود چی میبینین؟ شما هم خدای نخواسته از جمعی از اون کسای خودم میدیدین که فرار کردین، خدای نخواسته که به گفتی طالبا خائن بودن یا نه کدام مشکل دیگه بودن؟ اگر کمکی در مورد ازی بر ما بگین. ببینین مینا جان، برای تمام مردم افغانستان و طالبا هم معلوم است و صدای مرا هم طالبا میشنوه از طریق برنامه شما و هم مردم افغانستان. زمانی که طالبا آمدن ما 6 ماه
ببخشید 4 روز کم 5 ماه به داخل افغانستان بودم و اصلا تصمیم نداشتم که از افغانستان برایم، چون من نه قاصد بودم نه فاسد بودم نه مفسد بودم نه اجنت و غلام کدام کشور، نه ظلم را کرده بودم بالای مردم که من اراس داشته بوده باشم. ولی هواخواها و طرفدارای ما از من نهایت تقاضا کردند که باید بیرون برایی تا صدای ما مانند همیشه صدای ما باشی و همین مشکلات ما را انعکاس بدی. بناهن ما از افغانستان فرار نکردیم. ما با پاسپورت افغانی خود از میدان هوایی، بازم تاکید میکنم که این صدای مرا هم طالب میشنوه هم هموطنانم، خیش قومم، که ما از میدان هوایی کابل با ویزا بیرون شدیم و با آلمان آمدیم و فعلا هم کدام ما پاسپورت سرخ آلمانی را نداشتیم و ندارم. هم فعلا یک اقامه که برای سایر افغان داده شده برای ما هم دادن که ما زندگی میکنم. خب آقای ترسن، ممکن حالی مردم بگوید بعد از شنیدن این صحبت های شما که خب چرا رفتین؟ شما میتونستین که در کنار مردم امیجا 5 ماه 6 ماه بودین داخل افغانستان، خب میتونستین که تا به حالی هم باشین. خب چی باعث شد اگر بر ما یک کمک کوتاه بگین که شما برآمدین و آلمان انتخاب کردین؟ خب ببینید، من زمانی که به کابل بودم او جمع هواخواه و طرفدارای من از ما تقاضا کردن و یک دوم دیگه، چون در افغانستان گروه های مختلف فعالیت داشتن که به حساب جبهه مقاومت و جبهه نجات و امثال هم در حوجه و سایر گروه های توریستی دیگه، چون من یک چهره رسانه‌ای بودم و شناخته شده در سطح ملی و بین المللی، ممکن که مرا یکی از همین گروپ ها میکشت و روی افسانه و بهانه از این که میگفت ایره طالب کشت، طالب میگفت که فلانی کشت، بالاخره با اون نسبت اما اواخای ما از ما تقاضا کردن که زنده ماندنت برای ما بسیار حتمی است تا بتانی که صداهای ما را و خواستهای ما را و دردهای ما را از طریق رسانه ها به بیرون انعکاس بدی. بسیار خوب آقای ترسن، شما از این گروه ها نام گرفتین، اگر بیم به جبهه مقاومت شما گفتین. خب ما چند وقت پیش هم بسیاری هموطنان ما شاهدی همین یک مصاحبه شما بودن که شما تا گفته بودین که جبهه مقاومت یعنی هیچ چیزی نیست، میره ناک کلان نکنیم، چون یک چند نفرایی هستن که یک نام بر خود داده و فعالیت میکنن. بس به نظرتون اینا قدرم قوی بوده میتونه که به یک شخصیت مثل شما واری رهت و بتونه یا ترور کنه؟ ببینین جان من، وجد چون همو لندغرهای از زنا و فوق‌العاده زیاد بود، ممکن در مقابل یک مقدار پول اینا میتونستن که مرا ترور بکنن، چون من نه بادیگار داشتم، نه موتر زیره، نه کدام بادی پفک. یک دوم دیگه به ارتباط از این که من جبهه مقاومت گفته، من بازم من تاکید میکنم جبهه مقاومت یعنی کی؟ یعنی چی؟ جبهه مقاومت که وزیر دفاعش بسم الله خان وزیر دفاع بود، معاون اول صالح بود، قماندان های قل اردو و کلگیش همین مردم بودن. چرا؟ این فکر بکنین، فکر نی غنی یک خاین، این که فرار کرد رفت، خیلی تو چی وظیفه داشتی؟ آیا ما تجربه بنگلادش نداشتیم؟ بنگلادش هم زمانی که صدر اعظمش فرار کرد رفت، عاجل وزیر دفاع آمد و تماما امو حکومت در اختیار خود گرفت و در ظرف 3 روز زمینه را بر انتخابات مساعد ساخت. پس این بگیل ها و این فروخته شده ها و این معامله‌گر ها که با سرنوشت کشور و مردم بازی کردن، امروز جبهه به نام مقاومت که ایجاد کردن، فقط برای فریب مردم، برای زراندوزی و برای پیدا کردن پول و پیسه
اینا کار میکنن، نه به خاطر نجات افغانستان. اگر منظورشان نجات افغانستان بود، خب زمانی که سر قدرت بودن در کنار مردم خود قرار می داشتن. حتی به مو پنشیر مینا جان، شما حتما سفر کردین، رفتین دیدین، همه مردم مظلوم بیچاره که کل قدرت هم به دست پنشیر، ولی مردمش بیچاره و آواره و دربدر و موترشویای شهر نو و سایر جاده ها را می دیدی، بچه های بیچاره پنشیری و دپالوش از هزارا که تقریبا 20 سال معاون دو بود که از امو بیسود دانش و کم دانش و بیدانشش و خلیلی همگی اینا سر قدرت بودن، ولی امو ولسوالی بیسود همگیش بیچاره در بدر. کل امی ملیت هزاره به دشت برچی آمده بود، چی از بامیان بود، چی از دایکندی بود، چی از ارزگان بود، چی از جاغوری و غزنی بود و از ولایت های مختلف، به خاطر از اینکه یکی از اینا به خاطر مردم خود، به خاطر نجات افغانستان کار نکردن. کاش که پنشیری برای پنشیر خود، پشتون برای پشتون خود، ازبکش برای ازبک خود، هزارش برای هزاره خود کار میکردن و نورستانی برای نورستانی، خلاصه تاجک برای تاجک. امو خدمتشان مربوط به افغانستان می بود. هر ولایتی که آباد میشد، بدخشان ما، پکتیا و پکتیکای ما و هرات و زابل و هلمند ما، امو افتخار افغانستان بود، مربوط به افغانستان بود. ولی همگی از اینا جاسوس، غلام های القبگوش امو امریکا، پاکستان و سایر کشورهای دیگه بودن، جز زرندوزی، غصب، چور، چپاول کدام خدمت را بر مردم خود انجام ندادند. محض تماما مردم افغانستان همی آرزو را دارم، بدون در نظر داشت مسائل ملیت، مذهب، قوم، نژاد، سمت، به حساب دور از تعصب بر وطن بیندیشند، نه بر ازی وطن فروشا. امینا بودن که باعث بدنامی و بربادی از امو ملت شدن. اگر ما بمو جز جان ببینیم، بمو که ازبک ها هستن، از مارشال دوستم حمایت کردن، چی خدمت را دوستم کرد برم ازبک خود جز قبر ازارش همچنان. حتی همی پشتون های ما چی خدمت را انجام دادن. شما با پکتیا و پکتیکا زلزله که صورت گرفت دیدین که سرک نبود، جاده نبود، نه پشتونش برای اون ملت کار کرد، نه تاجکش، نه هزارش، چون مردم فریب دادن و همگی از اینا غلام بودن. آرزو دارم طالب درس عبرت از غلامی دگرا بگیره، در کنار مردم خود قرار بگیره، روی این مسائل تبعیض و این گروهی که خود از اینا ایجاد کردن و باعث همو بدنامی پشتونام شدن، باعث بدنامی افغانستان شدن. خلاصه در کنار مردم خود قرار بگیرن. والله هیچ کشور بتانه که تا حمایت مردمی را نقد داشته باشی، در مردم از حمایت نکنن، نه آمریکا میتونن. خب 20 سال بود آمریکا و ناتو در اون کشور، ولی حمایت مردم نداشت، سقوط کرد دیگه. اینا باز یک ادعای را کردن که آقای تورسن کسی است که مثلا هیچ سیاستمدار را اینا قبول ندارن، در موردش منفی میگه، و آقای حکیم تورسن هیچی تو گروهی را اینا قبول ندارن و هر گروه را اینا خائن خطاب میکنه. بس شما در مقابل این گپی چی میگین؟ ببینین جان من با شخصها، با امی رهبرا و لیدرا نه پلوان شریکی دارم، نه تجارت، نه در غصب و چور و چپاول شریک بودیم. مواقعیت های جامعه را گفتیم میگم. در او کشور بسیار شخصیت ها
است. در همو جمعیت، دمو حرکت، دمو شورای نظار، در حزب اسلامی، در جنبش، یعنی منظور ما به پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، نورستانی، بلوچ، بهترین شخصیت ها و بهترین انسان های با درک داریم. ولی اینمی رهبرا را که من نام گرفتیم و اونا را همیشه غاصب، فاسد، مفسد گفتیم که بودن، دیگه به اون نسبت اونامو فرصت از همون مردم گرفته بودن، از اونامو شخصیت هایی که میخواستن افغانستان شمول فکر میکردن، نه به خاطر شخص خود، نه به خاطر منافع پاکستان یا از آمریکا یا از ایران یا از یک کشور دیگه. ما همیش که اعتقاد کردیم امی بوده و هست، نه کدام عقده شخصی. ما در افغانستان ما بسیار زیاد شخصیت های ورزیده داریم. ما باید فرصت مساعد بسازیم برای جوان هایی که از ما تجربه گرفتن، از عملکردهای ما تجربه گرفتن در طول 40 سال یا 20 سال که اگر اونا در افغانستان زندگی کردن، دیدن که چی باعث پسمانی و چی باعث امی سقوط نظام شد. چرا با میلیاردها دلار که در افغانستان سرازیر شد کشور ما نه آب داره، نه نان داره، نه سرک داره، هیچ چیز نداره. باید ما فرصت برای جوانای خود مساعد بسازیم، زمینه را برای از آنها. ما از جوانها هم من حیث یک ریسفید و با تجربه ازشان تقاضا دارم تا از گذشته ها دست بگیرن و برای آینده نوین، آزاد، آباد افغانستان تاکید میکنم بدون در نظر داشت مسائل ملیت و مذهب و قوم کار کنن. دقیقاً آقای ترسان، اگر شما گپ عزیز زدین مثلا ما باید بر جوانای ما زمینی کار و تحصیل و مسائل فراهم بسازیم. اگر بیاییم در مورد طالبان، چون فعلا نظام اینا است و ما وقتی در یگان مصاحبه های شهری که در یوتیوب و بعضی رسانه ها از داخل افغانستان ثبت میشه و نشر میشه، بسیاری از جوانها یا میگن که فعلا در افغانستان امن است، یعنی از لحاظ امنیت چیزی نیست و سعیست که کار نیست، اما امنیت ما کار داشتیم. و از دیگه سو ما میبینیم اینمی جوانا یکیدیشان به خاطر از یک رزق حلال به دست بیارن از راه های قاچاقی ایران و این طرفا میرن، حتی قایق ها غرق میشه و صدها 200 نفر از بین میرن. اگر شما ببینیم نظام فعلی طالبان را، شما چی قسم میبینین؟ آیا اینا خواهد توانست که به جوانا اینمی زمینه را فراهم بتانه یا نه؟ ببینین مینا جان، اهمیت خود در محبس هم است که چون او جدگه 3 وقت نانم برات میته و تماما تدابیر اهمیتی هم گرفته. اهمیت که زمانی که ما از اهمیت صلح و ثبات صحبت میکنیم، در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی، در عرصه آزادی بیان، در عرصه فراهم ساختن زمینه تحصیل بدون در نظر داشت به حساب زن و مرد، همگی باید در او کشور سهم خود داشته باشن. این اهمیت میگن. اهمیت که نباشه خود طبیعی است که برای به دست آوردن یک لقمه نان دست به دزدی و چپاول میزنه. و دیگه یک که از اهمیت ما صحبت میکنیم، کدام اهمیت؟ ببین افغانستان بمبارد میشه، پاکستان که جرأت نداشت که حتی به طرف افغانستان یک نگاه بکنه. امروز میاید در هر گوشه و کنار افغانستان بم میریزه و در پالوی از این دیروز یا پری روز که روز جمعه ما شاهد بودیم که به مو ایراد از حل تشیع ما، خب برای ما به تفاوت از شیعه و سنی همگی ما افغان هستیم، همگی ما افغان ها هستیم. اوجد در حدود ارقام مختلف است، کسی 13 میگه و کسی بالاتر از 30 کشته داده و زخمی شامل زن و مرد که اوجد همگی مردم بر میله و تفریح رفته بودن چون روز جمعه بود. آیا این را و در پالوش کشتارهایی که میشه، خیلی زندان ها که پر است در ولایت های مختلف،
این شاهد چی است؟ یا شاید به خاطر کار خب به انواع مختلف. پس در او کشور همه نیست. آیا 20 میلیون انسان از او که طبقه زن است که محروم است از زندگی، حتی از خنده، تحصیل و کار خود چی میکنه؟ ببخشید، تحصیل کار خود چی میکنه؟ حتی به لبخندش کسی اجازهش نمیده، حتی برامو امور خانوادگیش که شوهرایشان میگه که اگر چنین کرد و بزنش و در نبزنش نمیفهمین هان. به هر صورتش این اهمیت بوده نمیتونه و اهمیت نیست. اهمیت زمانه با وجود میاد که زن مرد از او کشور بر آبادی، ترقی، تحول و پیشرفت افغانستان کار بکنن، تحصیل بکنن و زمینه را مساعد بسازن و دپالوش کار به اهلش بسپارن. برای ما بی تفاوت است در مجموع کل از این همین نظام رئیس جمهور گرفته تا پیاده پشتون باشه یا هزاره باشه یا ازبک باشه، ولی خدمتگار و مصدر خدمت برای تمام مردم افغانستان شود. این آرزوی ماست، نه ای که کدام هدف دیگه. خب آقای تورسن، شما از مشکلات های نظام فعلی گفتین. خب اگر شما، چون شما یک تجربه از ایرم دارین، همگی ما میفهمیم که در دوره ریاست جمهوری خود کاندید کرده بودین، قرار بود که شما رئیس جمهور شوین و اگر شما رئیس جمهور میشدین یا در آینده رئیس جمهور شوین، به نظرتون این مشکلات شما حل خواهید توانست؟ ببینین بسیار ساده است، بسیار ساده است. رئیس جمهور به تنهایی هیچ کار را انجام داده نمیتونه. یک تیم است که او وزرایش است، معینایش است، والیایش است، ولسوالایش است. اگر کار به حال سپرده شود، بر افراد اشخاص او کار سپرده شود که متحد به کشور و مردم خود است، اراده داره برای خدمتگذاری، طبیعی است که او کشور به کمترین وقت به حساب آباد میشه و در پالوش زمانی که تماما روابط حسنه را با کشورهای همسایه منطقه و جهان اتخاذ بکنی، وابسته نه با آمریکا باشی، نه با چین، نه با روسیه که باز تضادها ایجا خلق میشه. زمانی که همه با همه کشورها روابط حسنه و نیک داشته باشی، طبیعی است که اوجا مداخلات صورت نمیگیره. دوم دیگه، خب مهربانی سوال. بسیار خوب. یعنی ما نمیفهم ما جواب شما را تا جایی که ما گرفتم، یعنی اگر شما رئیس جمهوری افغانستان میشدین یا در آینده شوین، یعنی شما مطمئن هستین که همین کار میتونین و اینمی خیانت و اینمی رشوت خوری و اینمی غاصبین کسی از بین برین؟ بله نخیر بر ما بگین که ما واضح تر بفهمیم. درسان صاحب. بله بله، ببینید زمانی که ما اگر شاید به انتخاباتم شنیده باشین که گفته بودم 500 قبل کافی است برای اینمی غاصب فاسد مفسد اینمی وطن فروشا را که کلگیش از بین میرفت، امروز ما شاهد فروپاشی افغانستان نمی بودیم، شاهد بربادی افغانستان نمی بودیم. به هر صورتش زمانی که اگر من رئیس جمهور شوم و یک وزیر من رشوت بخوره، شما قبول بکنین همون کار را که رئیس جمهور کوریای شمالی کرد که همون وزیر خود آورد و به حساب در همون کدال انداخت. همون رقم مجازات تا 5 تا را همین رقم مجازات بکو، من مطمئن هستم که دیگه او کشور آباد میشه و دیگرها پن میگیره. دقیقا. آقای تورسن، شما در آینده تصمیم دارین که خود را در ریاست جمهوری کاندید کنین؟ ببینین اگر عمر باقی بود و فرصت مناسب و حمایت مردم افغانستان از ما بود، بله چرا نه، من آرزوی خدمتگذاری برای مردم افغانستان داشتم و دارم. خب اگر فعلا نظام فعلی که از طالبان از شما دعوت کنه به افغانستان که بیاین ما میخوایم شما رئیس جمهور افغانستان باشین و ما حکومت کنیم، ما هم باشیم و شما رئیس جمهور ما باشین، شما قبول میکنین؟
ببینین مینا جان، اگر طالبا چنین ایده و ایدئولوژی داشته باشند یا می داشتن، ما امروز شاهد قدر بدبختی نمی بودیم در افغانستان. اگر اونا خواسته باشند، بله، من باز شرط دارم، میگم کار به حلش مسپارم دیگه. ملابازی را من ختم میکنم که کل کشور چیزی که همین ملا است. شما قبول بکنن، من ایره به جرات میگم، اگر من رئیس جمهور افغانستان شدم، ماش تماما ملاهای مفخور قطع میکنم. همین ملاها بود که به نام اینمی که یک حرف زدی میگه کافر شد و مردم مظلوم ما مثل که امان الله خان گفتن کافر است، در حال که او زمینه تحصیل بر زن و مرد فراهم ساخته بود، یک آزادی آبادی را میخواست همین ملاها بود. بناهن من کار بر ملا نمیتونم، برعکس باشم قطع میکنم و در پالیش سهم بیشتر بر زنان میتونم، چون زنان به اثبات رسان در طول 4.5 سال که اونا دلسوزتر، شجاعتر نسبت به ما است. خیلی تو کیس آقای ترسن همگی ما دعا میکنیم با امیدی که شما رئیس جمهور افغانستان شوین و تمام خانم‌ها بتان از محقق حقوق فردی و اجتماعی خود برخوردار باشند و در یک کشوری به نام افغانستان در صلح و آرامش زندگی کنه. خب آقای ترسن، شما در بسیاری مصاحبه هایتان ما که میبینیم طالبان را زیاد نقد میکنین، باز عکس العمل طالبان در مورد این نقدای شما چی باشه؟ در شخصی هم برتان کدام اخطار چیزی میتن یا نمیتن؟ دیگه بر ما کوتاه اگر در این مورد بگین. ببینید، خب من پیش از این که به می سوال شما جواب بدم، ببینید من برای زنا کدام امتیاز قائل نمیشم. این حق مشروعشان است، اونا خب حق دارند در او کشور. من برای زنا یعنی کدام امتیاز نیست، فقط حق مسلمشان است. دیگه ای که ما از طالب ها را همیشه نقد کردیم، طالب ها همراه ما تماس های داشتن، نه ای که کدام تهدید کردن و نه تا اکنون جرأت از این کردن که مرا تهدید بکنن. از من درخواست کردن که بیای افغانستان، میشنون، همگیشان میشنون. از من درخواست کردن، گفتیم که تا اکنون شعار ترسن است که هیچ وقت تا به حال بچه به دنیا مادر به دنیا نامده تا بچه به دنیا بیاره که او ترسنه بخره. من آدم فروشی نیستم، خدمتگار کشور و مردم بودیم و تا زمانی که شما با این ایده و ایدئولوژی مخالف عنعنات و کلتور و کلچر حتی مذهب ما شما قرار بگیرید، ما با شما نبودیم، نه هستم و نه باید در تار پود ترسن است که از کس باید بکنه و جز از خداوند. آقای ترسن، گپ از ریاست جمهوری و رئیس جمهور زدیم. شما یک وقت اگر یادتان باشه در مصاحبه هایتان در دوری که شما خود کاندید کرده بودین به خاطر ریاست جمهوری، بعضی از همکارای ما وقتی در مصاحبه از شما پرسان میکردن که آیا شما تا هنوز نتیجه ریاست جمهوری معلوم نیست و شما برتان میگفت اگر رئیس جمهور شوین، شما در جوابش میگفتین مثلا اگر مگر نداره من رئیس جمهور افغانستان هستم. شما در جواب یعنی قاطع بودن، ما بسیاری وقت میبینیم شما در گپایتان بسیار قاطع هستین. فعلا هم شما خود در پست ریاست جمهوری افغانستان میبینین یا کدام پست دیگری؟ ببینین مینا جان، امی گرفتن ریاست جمهوری با تخطی و تقلب و پر کردن صندوقا و ریختن پول و پیسه و گرفتن امو چوکی چوبی یا آهنی بسیار ساده است که یا جاسوس شوی یا غلام، ولی را پیدا کردن در قلب مردم افغانستان، در دل مردم افغانستان، این دیگه به میلیاردها دلار هم خریده نمیشه. همی که ما امو وقتم با قاطعیت میگفتم که اگر مگر ندارم من رئیس جمهور افغانستان هستم، یعنی من رئیس جمهور دلهای مردم افغانستان بودیم و هستم و مردم از من حمایت کردن و درک کردن که من خدمتگارشان بودم. نه پول داشتیم، نه پیسه داشتم، نه در ولایات دفتر و دیوانه، فقط به مو کابل
کنه. برای شما رسانه ها هم معلوم بود که من یک دفترک داشتم و خانه ما کل دنیا دیده که من در خانه پدری خود زندگی داشتم، موتر شخصی هم نداشت. بسیار خوب آقای تورسن، طبعا شما یک دوری را سپری کردین که در وقتی که شما خود کاندید ریاست جمهوری کرده بودین بسیار زیاد جنجالا بود، یک دوری بسیار پر از چالش بوده، چون امیالی هم که ما میبینیم سیاستمدارا بسیاری چهره های مطرح با شما مشکل داره، میبینیم که نقد میکنه شما را. ما این سوال خودم میکنم ممکن شما کسی را انتخاب بکنین یا نکنین، خب بازم ما سوال خودم میکنم شما در سیاستمداری قبلی و فعلی فقط یک چند نام بگیرین بر من که کدام سیاستمدار شما خوش دارین و امرش رابطه دارین و کدام سیاستمدار خوش ندارین و با اونمو رایی که اونا میره، نظری که اونا داره شما اختلاف نظر دارین. فقط بر من نام بگیرین کدامایش خوش دارین، طرفدارش هستین، کدامایش نه. ببینین من از امی کرزی و غنی و عبدالله و به حساب بسم الله و عطا و توتا و دراز و کوتا و دانش و محقق و دوستم و صالح و ببینین بازم من تاکید میکنم اینا کدام خدمات را انجام دادن. اگر رئیس جمهورش همو کرزی بوده و یا همو غنی بوده، برامو پشتونای خود چی کرده؟ کلگیش در بدر از تاجکایشان میدیدیم، از ازبکایش بنان. ما یکی از اینا را برای من قابل پذیرش نبوده و نه هست و نه ای که خودشون عمل کردشان امی که محقق روابط ببین. خلاصه بگویم پیش از سقوط همین نظام به حساب محقق قانونی زیا مسعود، ولی مسعود، لطیف پترام، دیگر ربانی، بچه عطای نور، خود نمیفهمم کلگیش دمو پاکستان دمو دفتر وزیر خارجه نوکرانه شیشته بودن و انتظار از این داشتن که دیگه این نظام سقوط میکنه. پاکستانی ها بازی داده بودن که ما شما را باز میبریم. اونا ببینن امیال عبدالله شبیبی یا فرض مثال کرزی شبیبی، اگر طالب ها میگه که من علیه امریکا و جاسوساش مبارزه کردیم و را نمی بخشم، یک سرباز بیچاره ما، یک افسر بیچاره ما که به خاطر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جانساری کرد و جانساری میکرد از کشور و نوامیس ملی دفاع میکرد، او را طالبان میکشه و زندانی میکنه. او عبدالله و کرزی و نمیفهمم مسلمیار و ده تا دزد دیگه که در اوجه هست، فرض مثال فاروق وردکشو کلگیش هم چرا یار امرایش حساب نمی کنه دیگه؟ ای که طالب ها چرا اینمی از محقق و عطا و دوستم خانه هایشان است، زمین هایشان است، مارکت هایشان است، شهرک هایشان است، چرا ضبط نمی کنه؟ او خود مربوط به مردم افغانستان است، نه مربوط به اونا، چون از غصب و چور و چپاول. حالا شما نشان بتین ببینن در مصاحبه محقق که گفتم که بهترین تفریحی من خرسواری بود. او یک خر لنگ هم از همسایه خودم میگرفت، خودش هم خر شخصی نداشت. امروزی قدر پول پیسر از کجا کرد؟ دوستمش عطا حالا اویی که امید در مجموع که کلش میگم ما جهاد کردیم به خاطر خدا، برضای خدا، مفت ما نمیفهمم سنگ میخوردیم و نان نمیخوردیم. خیلی پول پیسر از کجا کردیم؟ این دارایی ها را از کجا کردیم؟ بنابراین همگیش مربوط به مردم افغانستان است. طالب ها اگر شامت داره و اونام جاسوس آمریکا نیست، خب ضبطشان بکنن، چون اونام جاسوس آمریکا و ترکیه و ایران و پاکستان است که ضبط نمیکنه. طالب هم به زور آمریکایی آمدن، نه به زور
اینال تورسن اگر ما شما نمیفهم شما دیدین یا نه که خانه آقای عطا محمد نور و از آقای دوستم و بعضی افراد دیگه که بودن مثلا حتی خشتای طلا بودن به خاطر که پول نگاه کده نمیتونستن پول نقد به خشت طلا تبدیل کردن و یک امپراتوری به خود جور کردن قصرهای سفید و مچمچی و چی دیگه طالبا حتی از اونها ویدیو گرفتن مستندسازی کردن و اونا را گرفتن. به نظر شما اینمی اموال و ملکیت های چیزایی که گرفته شده توسط طالبان از او افرادی که مانده این به نظرتان آیا پس به یک بودجه ملی تبدیل خواهد شد به خاطر ملت و یا نه یا مسئولین طالبا ایشونوش خواهد کردن و خواهد خوردن؟ ببینن نه طالب او را گرفته، او را ویدیوها را که نشان دادن شبکه های اجتماعی بود که او را نشان دادن رفتن. طالب برعکس تدابیر امنیتی از اونا گرفته، او نمو خشت طلا و هر چیز که هست. تقریبا یک ماه پیش یکی از تیک تاک ترا به مو خانه عطای نور به مزار شریف رفت، همه چیزش اما تا پابرجا است. طالبا گفت که ما ببینن او طالبم، بازم میگم طالبم نوکرم و امریکا و ترکیه و پاکستان و ایران و روسیه است، اینا هم نوکرای از اونا. در غیر از او پول و پیسه و غصب و فساد و غارت کردن مربوط به مردم افغانستان است. باید او ضبط میشد و به حساب برای مردم افغانستان و نمو شهرکا همه چیزش آیدش میامد به بانک ملی برای معاش معلمین، برای معاش مستخدمین و در دیگه عرصه های امور به کار گرفته میشد. نه ای که او را نگاه کردن پیردار ساختن، نه کلبانه نه کدو خاک در سر، هر دو خاک در سر طالبش هم که جاسوس از، غلام است، قاتل است، انسان کش است، خاک در سر از این کل از این رهبرای وطن فروش معامله‌گر. خب ترسم صاحب با شما که چقدر ما برنامه رو دیگم پیش ببرم و با شما صحبت کنم یا نه تمام هموطنای ما سیر میشه از گپای شما و نه هم شخصا خودم خب ناگزیر هستم تا این برنامه بسیار کم است. آقای ترسن من فقط داخل برنامه یک سوال از پیشتان میکنم که از و یک چند تا نام برای شما میگیرم از سیاسیون دیگه شما در مورد هر کدامشون یک جمله کوتاه میگین که آخرای برنامه است بعدش هم خداحافظی کنیم. آقای ترسن از جمع اینمی افراد نامش میگیریم یک تا شما یک جمله کوتاه. آقای دکتر عبدالله یک وطن فروش معامله‌گر که با مردم خودم معامله کرد، کشور خودم و سرنوشت حزب خودم. آقای حامد کرزی همو باعث بربادی افغانستان شد و رشد که از اینمی دزد و رازن و چپاولگر حمایت کرد. یکی از خائن‌ترین افراد که در حمایت از چپاولگرا و دزدا قرار داشت. آقای عطا محمد نور خب او مثل آفتاب روشن است، مثل آفتاب روشن است. همو عکسای سابقهش ببینین که ریشش همه دراز تا کجا هیچ چیز نداشت و امروز همه چیز داره و دپالوی ازی امروز به دبی و کشورهای مختلف سرمایه که کلش از خون مردم. آقای مارشال دوستم شما در مورد مارشال بودنش هم اگه میخواین کمی چیزی بگوین بازم شما خودتون اختیار دارین. ببینید در تاریخ دنیا ما تا به حال ندیدیم که مارشال فرار کرده باشد. یگانه مارشال فراری گریسپا که هنوز کابل سقوط نکرده بود که در عطای نورش وقت در ترمز رسیدن با کوههای از بوی. آخرشم آقای احمد مسعود. ببینین آقای مسعود یک جوان کم تجربه، بی تجربه، کسی که خود نمیتانه از
اطرافی های خود که کاکاهایش است، ماماهایش است، همو دزدهای سرگردنه است. او خود نجات داده است، 4 تا دزدهای سرگردنه داده نمیتونه. بازو چطور افغانستان نجات میته؟ تعجب دری است. تو اول خود از چنگ ازید غاصب فاسد مفسد دزد نجات بده، باز بعدن به افغانستان سرش بس کن. و در آخرم پیام شما را میشنویم آقای تورسن و بسیار تشکر از شما که دعوت برنامه ما را پذیرفتین. تشکر از شما مینا جان. من پیام ما به مردم افغانستان همی است و از همی کسایی که در داخل و خارج هستند مسائل ملیت و قوم و مذهب دامن میزنند. به لحاظ خدا همگی ما و شما که برآمدیم چی در آمریکا و اروپا و کشورهای مختلف زندگی میکنیم، از دست اینمی نابکارها از دست همه نابوده. پس بناهن امی مسائل ملیت و قوم کنار بگذارید، بسیج شوین، متحد شوین، همدیگر پذیر شوین و از این موره های سوخته دیگه حمایت نکنین و چهره های جدید را که اونا اراده دارن بر آبادی عمران، ترقی، تحول کشور که به هزارها هزار از در بین شما مردم افغانستان که در داخل و بیرون از اونا حمایت بکنین و بر آبادی عمران، ترقی و تحول افغانستان پیشرفت بکنین. نه مثل رضا شاه پهلوی که میخواه ایران تباه بکنه، برباد بکنه، که میگه ما سر قدرت بیم. دیگه غلامی آمریکا را تجربه کردیم، ما از شوروی را، ما از پاکستان و ایران و کشورهای مختلف. به لحاظ خدا فقط مستقلانه از کشورتان در کنار مردمتان قرار بگیرین، دیگه نه وابسته به کدام کشور، نه سر خود اعتماد و اعتبار داشته باشه، نه سر آمریکا که نه امریکا هم یک کشور فریبنده. کل دنیا منافع خود مد نظر میگیرن، بیاین که ما هم منافع اولیای کشور و مردم خود مد نظر داشته باشیم، با امید یک افغانستان آزاد، آباد، آری از تمام دغدغه ها، با امید افغانستان که آری از طالب و طالب نماها و امید دار دستی که تا 20 سال با سرنوشت مردم افغانستان بازی کرد. درنو قدرمنو لیدونکو، ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم چې د خپرونې د پیل نه تر پایه زموږ ملتیا مو وکړه. که تاسو هم غواړئ چې خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ او یا هم راته ووایاست چې کوم میلمه موږ په راتلونکي خپرونې کې له ځان سره ولرو، نو کولی شئ خپل نظریات زموږ سره د رڼا ټلویزیون پر فیسبوک پاڼې او پر یوټیوب باندې شریک کړئ. تر بیا او بلې خپرونې چې زه مینا اکبري ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. ښه وخت، ښې چارې.